سلام بر شما شنونده عزیز، به یک کاوش عمیق دیگه خوش اومدید. امروز قرار یک سناریوی تاریخی فرضی رو با هم بررسی کنیم، اما خب یکی که خیلی جای فکر داره. منبع ما کتابیه به اسم جبهه ششگانه قدرت خاورمیانه. نویسندش آقای معین میرزایی هست و کتابم برای سال 1404 شمسیه. نویسنده گفته هدفش این بوده که سیاست‌های غرب مخصوصا آمریکا رو تو خاورمیانه بهتر بشناسیم. خب ما اینجا قراره چیکار کنیم؟ میخوایم نکات اصلی این کتاب و نگاهش رو برای شما باز کنیم. اینو بگم که ما فقط داریم محتوای کتاب رو روایت میکنیم، نه اینکه بگیم درسته یا غلط. سوال اصلی اینه چی میشد اگه مثلا 6 تا رهبر قدرتمند خاورمیانه تو اواسط قرن 20 با همه اون اختلافاتی که داشتن یهو تصمیم بگرفتن متحد بشن، اونم علیه نفوذ غرب تو منطقه‌ای که همیشه پر از منابع بوده، تاریخ داشته و خب درگیری هم کم نداشته. دقیقاً. اون دوره زمانی بود که نفت داشت تازه، یعنی میفهمیدن که چقدر میتونه ابزار فشار سیاسی باشه. بازی قدرت‌های بزرگم تو منطقه خیلی شدید بود. نویسنده معتقده که این دخالت‌های غرب، یعنی خیلی جاها سرنوشت این کشورها رو عوض کرد. خیلی خوب، پس بیایم ببینیم این 6 نفر کیا بودن. کتاب بهشون میگه جبهه شیشگانه قدرت. چرا اصلا فکرش هم ممکنه که اینا بخوان متحد بشن؟ حتما 6 تا شخصیت، خب خیلی متفاوت ولی واقعا قدرتمند تو زمان خودشون. اولی ملک فیصل عربستانه. از خانواده سلطنتی بود، پله پله اومد بالا، وزیر کشور، خارجه، تا سال 1964 که پادشاه شد. تمرکزش بیشتر رو توسعه داخلی بود. ولی نکته‌ای که نویسنده روش تاکید داره اینه که سعی کرد از نفت به عنوان یه جور اهرم سیاسی استفاده کنه، مثل قضیه بحران نفتی 1973 که غرب رو واقعا به چالش کشید. البته روابطش با آمریکا هم خیلی پیچیده بود. آخرش هم که خب میدونید سال 1975 یکی از اعضای خانواده خودش ترورش کرد. عجب سرنوشتی. خب نفر دوم که برای ما ایرانیا خیلی آشناتره، محمد رضا شاه پهلوی، سال 1941 بعد از پدرش شاه شد. اونم مثل فیصل دنبال مدرن کردن و صنعتی کردن ایران بود، پروژه های بزرگ راه انداخت، روابطش با آمریکا هم خیلی نزدیک بود، یه جورای متحد اصلی آمریکا تو منطقه بود دیگه. ولی خب کتاب به چالش‌هاش هم پرداخته. مخالفت‌های داخلی مثلا از طرف روحانیون مثل آیت الله خمینی یا روشنفکرا. بعد بیماری خودش هم بود. نکته جالب از نگاه نویسنده اینه که میگه همین نزدیکی زیاد به غرب آخرش کار دستش داد و متهم شد که منافع ملی رو در نظر نمیگیره و خب انقلاب 57 شد و رفت. بله واقعا سرنوشت ها چقدر پیچیده است. نفر سوم صدام حسین تو عراق. مسیرش کاملا فرق داشت. از فقر شروع کرد، اومد تو حزب بعث، تو کودتای 1968 نقش داشت و یواش یواش قدرت مطلق رو گرفت. حکومتش خب خیلی سرکوبگر بود، جنگ طولانی با ایران، بعدش اشغال کویت. کتاب به این نکته اشاره میکنه که غرب اولش ازش حمایت میکرد، یعنی علیه ایران اون موقع، ولی همین حمایت بعداً تبدیل شد به دشمنی. علنا دشمن شدن. آخرش هم که آمریکا حمله کرد و سال 2006 اعدام شد. واقعا هر کدومشون یه داستان پر از فراز و نشب دارن. چهارمی کی بود؟ چهارمی انور سادات از مصر. اونم نظامی بود. تو کودتای 1952 علیه ملک فاروق نقش داشت. از 1970 هم رئیس جمهور شد. تمرکزش رو اصلاحات اقتصادی و مدرن سازی بود. ولی کار اصلی و جنجالیش امضای پیمان کمپ دیوید بود. سال 1978. یعنی صلح با اسرائیل با وساطت آمریکا. این کار خب از یه طرف حمایت غرب رو برش آورد. ولی از طرف دیگه خیلی ها رو عصبانی کرد، درسته؟ دقیقاً، هم تو مصر هم تو کشورهای عربی دیگه خیلی ها مخالف بودن. همین مخالفت ها آخرش باعث شد سال 1981 ترور بشه. جالبه. برای صلح کشته شد؟ نفر پنجم
ذوالفقار علی بوتو از پاکستان، خانواده‌اش سرشناس بودن، وزیر خارجه بود، بعد با حزب خودش، حزب مردم پاکستان، نخست وزیر شد. نویسنده میگه یه چهره ملیگرا بود که دنبال استقلال واقعی میگشت، خیلی سعی کرد جلوی نفوذ غرب وایسه، مخصوصا سر برنامه هسته‌ای پاکستان خیلی مقاومت کرد، ولی اونم عاقبتش مثل خیلیای دیگه شد، با کودتای نظامی ضیاءالحق کنار رفت و سال 1979 اعدام شد. انگار یه الگویی تو سرنوشته اینها هست. نفر آخر این لیست کیه؟ نفر آخر حافظ اسد تو سوریه، اونم نظامی بود، وزیر دفاع بود، بعد با یه کودتای داخلی تو سال 1970 قدرت رو گرفت و تا سال 2000 هم موند. تونست با مشت آهنین یه ثباتی به سوریه بده. نویسنده معتقده که اسد سعی میکرد استقلال سوریه رو جلوی فشار غرب و اسرائیل حفظ کنه و نکته جالب اینه که تنها کسی از این 6 نفر بود که به مرگ طبیعی از دنیا رفت. کتاب این رو یه جور نشونه میدونه که شاید تونسته بوده یه مسیر مستقل تری رو حفظ کنه، نسبتاً البته. خب اینم از 6 نفر، از پادشاه تا نظامی و سیاستمدار حرفه‌ای، آدم‌های با دنیاهای خیلی متفاوت. حالا سوال اصلی اینه، با این همه تفاوت اصلاً چطور ممکنه به فکر اتحاد بیفتن؟ کتاب چی میگه؟ اینجاش دیگه واقعاً جالبه. دقیقاً همین تفاوت هاست که بحث اتحاد رو جذاب میکنه. نویسنده میگه یه وجه اشتراک خیلی مهم بینشون بود، یه حس، خستگی، حتی شاید بشه گفت عصبانیت از دخالت‌های بیوقفه غرب، مخصوصاً آمریکا تو کارهاشون. کتاب چند تا دلیل مشترک رو میاره که مثل یه درد کهنه بود براشون. مثلا سیاست‌های نفتی که غرب تحمیل میکرد، یا دخالت تو جنگ‌ها و کودتاهای منطقه، یا حمایت از مخالفای داخلیشون برای بی‌ثبات کردن اوضاع. فشارهای سیاسی که تمومی نداشت، گاهی حتی تهدید به سرنگونی میشدن. اینا چیزایی بود که تقریباً همشون به نوعی تجربهش کرده بودن. پس یه جور حس مشترک قربانی بودن داشتن، یا اینکه دشمن من دوست منه. کتاب انگیزه های شخصی تری هم برای هر کدوم ذکر میکنه که چرا ممکنه به این اتحاد فکر کنن. بله، نویسنده سعی کرده فراتر از اون حس کلی بره. مثلا در مورد فیصل میگه بعد از موفقیت نسبی تحریم نفتی 73 فهمیده بود که اگه با هم هماهنگ باشن، نفت چقدر میتونه قدرت چانه زنی بهشون بده. در مورد شاه ایران تحلیل کتاب اینه که با اینکه متحد آمریکا بود، ولی کم کم داشت میفهمید این حمایت ها همیشگی نیست و آمریکا داره تو کاراش دخالت میکنه. دنبال یه استقلال عمل بیشتر بود شاید. جالبه. برای بقیه چی؟ صدام طبق روایت کتاب میدونست که غرب داره ازش استفاده ابزاری میکنه علیه ایران. میفهمید این حمایت موقتیه و هر لحظه ممکنه ورق برگرده. سادات هم بعد از کمپ دیوید بین فشار غرب و نارضایتی داخلی گیر کرده بود. شاید فکر میکرد یه اتحاد منطقه‌ای میتونه کمکش کنه یه تعادلی برقرار کنه. بوتو که خب علنا سر برنامه هسته‌ایش با غرب درگیر بود، به شدت نیاز به حمایت منطقه‌ای داشت و حافظ اسد هم میدونه سوریه به تنهایی آسیب پذیر جلوی اسرائیل و غرب. اتحاد رو شاید تنها راه میدید. چه تحلیل دقیقی از انگیزه های هر کدوم. خب فرض کنیم این انگیزه ها اونقدر قوی بود که این رهبرا رو حالا شاید مخفیانه دور هم جمع کرد. این اتحاد چطور باید شکل می گرفت؟ چه کارایی می کردن؟ خب کتاب هم میگه راهش صاف نبوده ها. اختلافات تاریخی بود، مثلا ایران و عراق. اختلافات مذهبی، سنی و شیعه. ایدئولوژی های مختلف، پادشاهی بود، جمهوری های مثلا سوسیالیستی عربی بود، حکومت نظامی بود، رقابت شخصی هم بود. اما نویسنده معتقد 3 تا چیز میتونه اینا رو به هم نزدیک کنه. اول، همون دشمن مشترک، یعنی نفوذ غرب. دوم، نیاز شدید به امنیت و ثبات تو منطقه بدون دخالت خارجی. سوم، قدرت بزرگی که با هم داشتن، نفت، گاز، موقعیت استراتژیک خاورمیانه. چطور این نزدیکی اتفاق می افتاد؟ کتاب از یه سری جلسات مخفی حرف میزنه بین مشاورای ارشد، حتی شاید خود رهبرا، تو پایتخت‌های مختلف، ریاض، تهران، بغداد، قاهره. کارگروه‌های مشترک نظامی، اقتصادی، سیاسی تشکیل میدادن که سناریوها رو بررسی کنن. منطق اصلی هم این بود: اگه با هم باشیم، قدرت چانه‌زنیمون جلوی غرب خیلی میره بالا، استقلالمون بیشتر میشه.
و این جلسات فرضی به چه تصمیمایی میرسید؟ یعنی این اتحاد اگه شکل میگرفت چه شکلی میشد تو عمل؟ کتاب 3 تا اقدام کلیدی و خیلی رادیکال رو مطرح میکنه به عنوان کارهای اولیه این جبهه فرضی. اول، تحریم اقتصادی هماهنگ علیه غرب. این فقط کاهش صادرات نفت و گاز برای کنترل قیمت نبود، بلکه مثلا محدود کردن کار شرکت‌های غربی، بازنگری تو قراردادها، یه جورای قطع کردن رگ حیات انرژی و سود غرب از منطقه بود. خیلی جسورانه. دومیش چی بود؟ دوم، قطع همکاری نظامی و اطلاعاتی با غرب. یعنی بستن پایگاهاشون، بیرون کردن مستشارهاشون، قطع کردن تبادل اطلاعات. یعنی غرب دیگه تو منطقه کور و کر میشد یه جورایی. و سومی؟ سوم، ایجاد یه جبهه سیاسی واحد. یعنی تو مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی با هم تصمیم بگیرن، تو سازمان‌های جهانی حرف واحد بزنن و اگه به یکیشون فشار اومد بقیه حمایت کنن. تحریم نفتی، قطع همکاری نظامی، جبهه سیاسی. اینا واقعا اقدامات تکان دهنده‌ای هستن. غرب چی کار میکرد اگه همچین اتفاقی میافتاد؟ خب واکنش غرب کاملا قابل حدس بود دیگه. کتابم همینو میگه. طبق این سناریو اول سعی میکردن بینشون تفرقه بندازن. اختلافات قدیمی رو بزرگ کنن. به بعضیاشون پیشنهادای وسوسه انگیز جداگونه بدن. بی‌اعتمادی رو دامن بزنن. اگه اینا جواب نمیداد نوبت تهدید و تحریمای شدیدتر میرسید. حمایت علنی از مخالفای داخلیشون رو شروع میکردن. اما نکته مهم سناریوی کتاب اینه که این رهبرا چون با هم بودن و منابع قوی داشتن تونستن جلوی این فشارا مقاومت اولیه رو نشون بدن. و نتیجه این مقاومت اولیه چی بود؟ این اتحاد فرضی به هدفش میرسید؟ کتاب نتایج اولیه جالبی رو میگه. اول از همه فشار اقتصادی وحشتناک روی غرب. قیمت نفت سر به فلک میکشید، ارز کم میشد، اقتصاد غرب میرفت تو رکود تورمی. دوم، قدرت منطقه این 6 تا کشور خیلی زیاد میشد. میتونستن سیاست‌های داخلی و خارجیشون رو با دست بازتری دنبال کنن. سوم، یه ثبات نسبی داخلی. البته کتاب خودش میگه این ثبات بیشتر با هماهنگی تو سرکوب مخالفان و جلوگیری از دخالت خارجی برای کمک به اون مخالفان به دست می اومد که خب اینم جنبه تاریک ماجراست دیگه. خب این سناریوی اگه اینجوری میشد چی میشد واقعا آدمو به فکر میندازه. ولی برگردیم به دنیای واقعی. سرنوشت واقعی این رهبرا چی شد؟ و کتاب چطور این سرنوشت ها رو به اون اتحاد فرضی ربط میده؟ اگه اون اتحاد میموند چی میشد؟ اینجاش دیگه تحلیل کتاب خیلی جدی میشه. شاید بحث برانگیزترین قسمتش هم باشه. کتاب نگاه میکنه به سرنوشت واقعی اینا و یه الگوی تکان دهنده رو نشون میده. 5 نفر از این 6 نفر به یه شکلی حذف شدن. فیصل که 1975 ترور شد، شاه 1989 با انقلاب رفت، صدام بعد از اون همه سال جنگ و تحریم آخرش 2006 اعدام شد، سادات 1981 ترور شد، بوتو هم 1979 اعدام شد. فقط حافظ اسد موند که با مرگ طبیعی از دنیا رفت. دقیقاً. و استدلال اصلی نویسنده اینه که این حذف‌ها پشت سر هم تصادفی نبودن. کتاب ادعا میکنه اینا نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم فشار غرب بوده برای اینکه نذاره یه قطب قدرت مستقل تو خاورمیانه شکل بگیره. یعنی غرب نمیتونست رهبرایی رو تحمل کنه که ساز خودشونو میزدن و پتانسیل اینو داشتن که منافعشون رو به خطر بندازن. حذف اونا باعث میشد منطقه همچنان قابل کنترل بمونه و وابسته. این ادعای خیلی بزرگیه واقعا. حالا فرض کنیم طبق سناریوی کتاب این اتحاد شکل میگرفت و این رهبران هم سر جاشون میموندن. اون موقع چه آینده ای رو برای منطقه پیش بینی میکنه؟ کتاب یه آینده نسبتاً مثبت رو ترسیم میکنه، البته از نگاه منافع منطقه. اقتصادی میگه کنترل روی منابع انرژی و سرمایه گذاری های مشترک داخلی باعث رشد پایدار میشد و وابستگی به غرب کم میشد. سیاسی و منطقه‌ای این جبهه میشد یه بازیگر مهم جهانی. نفوذ غرب تو منطقه خیلی کم میشد. کتاب حتی میگه شاید وضع فلسطینیا هم بهتر میشد، چون اینا با هم موضع قوی تری جلوی اسرائیل میگرفتن.
از نظر امنیتی و اجتماعی چطور؟ داخلی جنگ بین کشورهای منطقه و کودتاهای خارجی رو کم می کرد. اجتماعی و فرهنگی هم نویسنده معتقده این استقلال سیاسی و اقتصادی میتونست هویت مستقل منطقه‌ای رو قوی کنه، نفوذ فرهنگی غرب رو کم کنه و حتی شاید اعتماد مردم به حکومت‌هاشون بیشتر بشه. البته خود کتابم میگه این آخری، یعنی اعتماد مردم به رهبرایی که خیلی هاشون اقتدارگرا بودن، خیلی جای بحث داره و قطعی نیست. بسیار خوب، فکر کنم به یه جمع‌بندی خوب رسیدیم. امروز با هم یه نگاه عمیق انداختیم به دنیای فرضی کتاب، جبهه ششگانه قدرت خاورمیانه. سناریویی که تو 6 رهبر مهم منطقه، فیصل، شاه، صدام، سادات، بوتو و حافظ اسد، اختلافات رو کنار میذاشتن و علیه نفوذ غرب متحد میشدن. بله، و دیدین که نویسنده از این تحلیل فرضی چه درس‌هایی میگیره. اول، چقدر استقلال تو تصمیم گیری برای کشورهای منطقه مهمه. دوم، چه قدرت بالقوه بزرگی تو همکاری منطقه‌ای هست، حتی بین کشورهایی که ظاهراً کلی با هم اختلاف دارن. سوم، نقش حیاتی کنترل روی منابع استراتژیک مثل نفت و گاز. و چهارم، از نگاه نویسنده تأثیر خیلی بد دخالت‌های خارجی و حذف رهبران مستقل روی سرنوشت کل خاورمیانه. و حالا یه سوال برای شما شنونده عزیز که تا اینجا با ما بودین. این کتاب و این سناریو، حالا کاری نداریم چقدر با تحلیلش موافقیم یا مخالف، یه سوال مهم رو میاره وسط. آیا تو تاریخ معاصر خاورمیانه لحظه‌های کلیدی یا اتحادهای بالقوه دیگه‌ای هم بوده که میتونه سرنوشت رو عوض کنه ولی نشد به خاطر اختلافات داخلی یا دخالت خارجی؟ و شاید مهمتر، آیا رهبران امروز منطقه میتونن از مرور این تاریخ، چه واقعی چه فرضی، درسی برای آینده بگیرن؟ سوالیه که شاید خوب باشه یکم بهش فکر کنیم. تا کاوش عمیق بعدی، خدا نگهدار.